در مسند امام احمد و سنن ابن ماجه از حدیث مادر مؤمنین ام سلمه رضی الله عنها آمده است که میگویند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا صلى الصبح قال، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتا که نماز بامداد را میخواندند چنین میگفتند. این کانه صیغه استمرار است، یعنی بر دوام، یعنی هر سحر وقتی که بامداد میخواندند میگفتند که اللهم انی اسالک علما نافعا، ای الله من از تو علم فایده‌ناک میپرسم، و رزقا طیبا، رزق پاک حلال میپرسم، و عملا متقبلا، عملی که به درگاه تو قبول شود. سه چیز را هر سحر بعد نماز بامداد میپرسیدن. اولینش علم نافع، علم فایده‌ناک. همین علم های دنیوی هم علم های فایده‌ناک است، برای فایده حیات دنیا هست. اگر با مقصد عزت اسلام و عزت مسلمان های و نفع مسلمان ها اگر آموزد، هم ثواب است و هم فایده دنیوی هست. یعنی علم نافع میپرسیدن. ببینید هر سحر از الله تعالی علم نافع میپرسیدن، چون الله تعالی امر کرد و قل رب زدنی علما، بگو ای پیغمبر، بگو که پروردگارا علم مرا زیاده گردان، دعا کن و رزق پاک و عمل صالح برای من نصیب روزی گردان.